دوستان سلام. وضعیت این رژیم مسخره به قدری مسک شده که دیگه بوکسشون هم بوکس نیست. یعنی بزنشونم بیشتر شبیه خرس وسط شده. بعد از برکناری وزیر علوم شیخپری تازه ترین برگ اعتدال مالشو رو کرده. یعنی یکی به نام نیلی رو آورده مجلس، ولی بقیهشو از تیلی ریش بشنوید. وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نتوانست از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرد. قبل از اینکه مجلسیای دلواپس وزیر پیشنهادی شیخپری رو کله پا کنن، حسن فرفره تا دلتون بخواد واسه نیلیش مایه گذاشت و قربون صدقش رفت. آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی فردی لایق، با تجربه، شایسته از لحاظ علمی، توانمند از لحاظ مدیریتی، پایبند به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، پایبند به فرامین و دستورات مقام معظم رهبری و ولایی و انسانی آماده برای فداکاری و تلاش و فردی معتدل و اخلاقی برای اداره این وزارتخانه مهم. و ما به حمدالله امروز با کاندیدایی در این زمینه مواجه هستیم که حدود 7 سال از زندگی دوران جوانیش در میان نهاد انقلابی و مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئولیت را بر دوش داشته در بخش علمی، صنعتی، نیروی هوایی سپاه و این برای ما افتخار هست. بله، طرف هم ولاییه، هم پاسداره، هم هواییه، هم زمینیه. اما با این حال دلواپسا راضی نشد و وزیر پیشنهادی شیخپری رو سود کرد تو ریسایکل بین. آرای اخذ شده 246 رای، آرای موافق 79 رای، آرای مخالف 160 رای، آرای ممتنع 7 رای. بنابراین مجلس به ایشون رای اعتماد نتوانست بده. بعدم نوچه های علیگدا دست گرفتن که شیخپری با این کارش مجلس رو مسخره کرده و میخواسته اینجوری مجلس رو سر کار بذاره. الیاس نادران در مجلس در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از فضای پارلمان پیرامون رأی به وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری چیست اظهار داشت: آقای روحانی خواسته با مجلس شوخی کند، شما خیلی جدی میگیرید. شریعت مداری هم که خوب دست شیخپری رو خونده، میدونست که حسن کلیدساز دنبال دست به سر کردن مجلسه، اینجوری گذاشت تو کاسه دولت اعتدال. این کار آقای روحانی یا از سر لجبازی بوده و یا اینکه ایشان خواستند زهر مجلس را بگیرند تا فرد اصلی را معرفی کنند و مجلس تن به آن انتخاب دهد. از همین 4 تا بگو مگوی آنتنی شده میشه تا ته خط و خوند. دلواپسان ولایت مدار با هر چی شوخی داشته باشن، با دانشگاه و دانشجو و فتنه و این حرفا شوخی ندارن. حرفشون با شیخپری هم اینه که فتنه پروری ممنوع. شیخپری هم که خودش ختم امنیتی هاست، میخواد با این گرگن به هوابازی ها هوای سوپاپو داشته باشه و خط کوسه رو پیش ببره. جفتشون ته خط به یه جا میرسن. اونجا کجاست؟ ای بلا موشکافای عزیز خودم، ته دره سرنگونی.